اگه باتری موتور تو هم خراب شده به احتمال 50% احیا میشه. کانال فیکس فانی رو داشته باش. ما کلی بازسازی موتور قرار انجام بدیم، کانال دوست داشتنی و پر از ترفند. اگه باتری موتور تو هم خب زیر فشار، زیر استارت میخوابه، خب به احتمال 50% ممکنه برگرده، چون داخل سیلندر این سولفات میبنده. به خاطر همین ترفندی که باتری سازا انجام میدن اینه: میان اینقدر آب اسید میگیرن از اسید، همین باتری فروش ها و اینجور چیزها، و آب مقطر مثلا 30% آب اسید، بقیهش آب مقطر باشه. آب لوله هیچ وقت نریزید. آب لوله هیچ وقت نمیتونه مثلا باتری رو احیا کنه، چون اون موادایی که داخل آب لوله هست داخل این نیست. این آب مثلا چیزه بدون املاحه، آب شفافی، قیمتی هم به اون صورت نداره. با این طرف هم میتونی باتریت رو احیا کنی. اگه باتریت هم دیدید زیر داره میخوابه، سریعتر این کار رو روش انجام بده. به احتمال زیاد اون آب اسید نداره و میخواد داخل سولفات ببنده. اینطوری میتونی باتریت رو نجات بدی. دنیا و ترفند و سرگرمی فیکس وانی.